مقامات اداره انداز ولایت سوغد از مهربندی به در رسانه‌ها و مناسبت ناشایسته کارمندان این نهاد با روزنامه‌نگاران اظهار تأسف کردند. اگر یگون نودرس رفتار کرده باشند باید بودگاه میمکن از جانب صدر ریاست بودگاه بخشش بسته نسبت شخصان که در سنجش عملیاتی شروع کردن حتما دعوت کرده بو تدبیرهای لواگی و میکنیم. در عین زمان اثنای صحبت با رادیوی آزادی روز جمعه معاون رئیس کمیته انداز ولایت سوغد افزود مقامات انداز بر راهاندازی این گونه سنجش عملیاتی حق دارند. رعایت نکردن ترتیب با قیدگیری یعنی که خدمات اندازه خطی شخصی حقوقی وظیفه داره که در محل جایگیری شوی وید علایده در مقامات انداز با قید گذاشته شده پیشنهاد ثبوت انداز و انداز درآمد انداز اجتماعی وابسته به مزد مهنت آنها تامین کنند. نیمروزی 16 مارس یک گروه کارمندان اداره انداز خوجند به کاخ مطبوعات حاضر شده روزنامه‌نگاران را از اتاقهای کاریشان بیرون و به در چندین نشریه‌های چاپ دوشنبه و سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران نانسمیت مهر زدند. وقتی شما حقوقی پرسشی مانند دارید گفتن که ما هم حقوق رو داریم این کار پرینسیپ است شما از کابینت میبرید بعد ما پیچک میزنیم مهر میزنیم میرویم گفته برقا رو هم خاموش کرد بعد من بر اومدم گفتن که چیزو چهاراتان قنداریتان تستر کامپیوتراتان پشتون ما مهر میبندیم پرسیدیم برای چی برای آنکه گفتن باید اینجا قید بمیماندیتان حسابی مباش نلاگی اینجا هم میسپریتان. حقوق شناس نانسمیت میگوید از مهربندی در دفتر و مناسبت شدید اللحن مسئولان ریاست انداز خوجند با کارمندان این سازمان ناراحت بوده به دادستانی شکایت خواهد برد. ما همین رو گفتنی هستم که کدام مقاماتی نباشد پیش از همه و باید که از آمدن خود آگاهی دهد که من فلان روز فلان ساعت به نزد شما میآیم و میخواهم که اویدی فعالیت شما یعنی که سنجش گذرانم. بنابر همین یک بار آمدنی این نفران علاقه خودش یک بی آگاهی علاقه خودش ویران کردنی طلبات قانون است. روز 17 مارس وقتی این گزارش تهیه میشد مهرها از اکثر درها برچیده شده بودند و خادمان اداره انداز خوجند گفتند که این کار بیگاه روز گذشته به دنبال مهربندی انجام گرفته است.